میگه قدر آدم را به پستی راهی ویران میبرد، موج دریا ماهی را آخر به پایان میبرد. راسته میگردد کسی در صحنه دارالبقا، آنکه از دارول برآید ذره ایمان میبرد. غافلان را گوی که جنت به دروازه نیست، هر کی را گر جنت برد البته درمان میبرد. صبح تا شامگهان خاطر پریشانم چرا، شب اگر خوابم برد خوابی پریشان میبرد. از پی نفست کمتر دویدن گیر در این زمان، پای ما آخر ما را یک روز به تابوت میبرد. سلامت باشی، زنده باشی. خلق تومین. خدایا، پروردگارا، زیباترین سرنوشت را برای دوستانی که این سخنان مرا می شنوند و برای دوستان و برادرانی که از چشم ما دور هستند، در غریبی هستند و اما به قلب ما نزدیکند نصیب بگردان. آنها را در هدفهایشان برکت عطا نما. خدایا، بهترین روزگار را برایشان رقم بزن و آنها را در تمام کارهای نیکشان موفق گردان و آنچه را که به بهترین بندگانت عطا فرموده ای به دوستان و برادرانم عطا فرما. پروردگارا، تمام دعاهای نیکم را که در حق دوستان و برادرانم می کنم همه اش را مستجاب بگردان. پروردگارا، من و دوستان و برادرانم را از صحبت حبیبت در جنت الفردوس بی نصیب نگردان. و پروردگارا، این آبادی و صلح و ثبات را در این مملکت و سرزمین عزیز تاجیکستان دائمی استوار نگه بدار. انشاءالله دوستان عزیزم، به نزدیکی قصه های خوب و بهترین را پیشکشتان میگردانم. از شما خواهش کرده می شود که این ویدیو را به دیگر دوستانتان بفرستید. با شما بودم بنده عبدالله، دعاگوی بنده باشید.